کشف مواد مخدر از سلبریتی ها. قضیه از یه عملیات شبانه تو استانبول شروع شد. پلیس میره سراغ چند تا از معروف ترین چهره ها. آزمایش میگیرن. خون، مو، همه چی. نتیجه مثبت. رد مواد پیدا شده. اسمایی مثل دیلان پولات، بورات توزون آتاچ، کوبیلای آکا و چند تا چهره دیگه که همیشه تو تبلیغات، سریال ها و برنامه ها میدیدی. میدونید چی عجیبه؟ بعضیاشون بعد از اعلام نتیجه همون شب بازداشت شدن. اما واکنش مردم ترکیه قوقا. نصفشون میگن قانون واسه همه باید یکی باشه، نصف دیگه میگن اینا معروفن آخرش آزاد میشن. حالا هر روز رسانه‌ها دارن اسامی جدید میدن، میگن این فقط شروعشه. بعضی از پیجای ترکی حتی ادعا کردن اسمای بزرگترم تو راهن. خلاصه ترکیه فعلا روی مین حاشیه است. تو فکر میکنی اینا واقعا مقصرن یا یه تسویه حساب پشتشه؟ نظرتو این پایین بنویس. برای خبرای جنجالی و واقعی از دل ترکیه پیج ترکیه ها رو فالو کن.